سراغ صفحه 28 از کتاب استاد سولفنون. پیش درآمد رو داریم از جناب آقای مرتضی نیداباد. قبل از اینکه بریم سراغ مرحله اول، ابتدا یک نگاه کلی به قطعه میندازیم ببینیم که چه نکات داخلش هست. اولین چیزی که میبینیم میزان نمای 4-4 هست، بنابراین مترونوم رو روی 4-4 تنظیم میکنیم. اگه نگاه کنیم بالاش یک علامت نوت سیاه نوشته و نوشته مساوی با 60. این به معنی اینه که باید شما مترونوم رو روی 60 سرعت 60 قرار بدید. از نوت‌های سیاه، سکوت سیاه و چنگ تشکیل شده این قطعه. یه علامت تکرار هم در خط دوم وجود داره، به معنی اینکه باید وقتی که به اون رسیدین برگردین از اول قطعه دوباره بنوازین و بعد ادامه قطعه رو بریم. میریم سراغ وزن‌خوانی این قطعه. 1 2 3 4. دو سکوت، دو 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 سکوت، دو 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 سکوت، دو 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 سکوت، دو دو تکرار، دو سکوت، دو 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 سکوت، دو 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 سکوت، دو 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 سکوت، دو 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 سکوت، دو 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 سکوت، دو 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 سکوت، دو 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 سکوت، دو 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 سکوت، دو 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 سکوت، دو دو. این شد وزن‌خوانی این قطعه. قبل از مرحله دوم یعنی نوت‌خوانی یه نگاه دیگه به قطعه میندازیم ببینیم که چه نوت‌هایی از لحاظ صدایی داخلش وجود داره. نوت سول، نوت دو، نوت لا، نوت سی، نوت دوی سیم سوم و چهارم، نوت فا، نوت می، نوت ر و نوت سول داخل این قطعه وجود داره. میریم سراغ نوت‌خوانی این قطعه با سرعت 60. 1 2 3 4. سول سکوت، سول دو سول سکوت، سول دو لا سکوت، لا سی سول سکوت، دو دو تکرار، سول سکوت، سول دو سول سکوت، سول دو لا سکوت، لا سی سول سکوت، دو دو می فا ره می دو سکوت، دو دو می فا ره می دو سکوت، دو دو می سول فا می ره دو ره فا می ره دو سی دو سکوت، ره می سول سکوت، دو دو می سول فا می ره دو ره فا می ره دو سی دو سکوت، لا سی دو سکوت، دو دو. این میشه نوت‌خوانی این قطعه. میریم سراغ نوازندگی با ساز. قبل از نوازندگی با ساز موقعیت مکانی نوت‌هایی که داخل قطعه داریم رو روی ساز مشخص میکنیم. نوت سول رو داریم، دستباز سیم دوم. نوت دو که بالاش علامت 3 و یک منحنی زیرش کشیده داریم، به معنی اینه که روی سیم دوم پرده هفتم نوت دو رو بزنیم. نوت لا رو داریم، نوت سی رو داریم، بعد نوت می سیم سوم و چهارم رو داریم،
فا، ره، دو. اینا همه مضرب 8 بود. دو تا مضرب 7 داریم که روی سیم سوم و چهارم دستباز 2 هستن. نوت می روی سیم اول رو داریم، نوت فا، ره و دو رو داریم و نوت سول رو داریم. بالاش هم نوشته عدد 3 انگلیسی، یعنی با انگشت سوم بگیریم. خب میریم سراغ نوازندگی قطعه با سرعت 60. 1 2 3 4. سکوت، سول دو، سکوت، سول دو لا، سکوت لا سی سول، سکوت دو دو. تکرار. سکوت، سول دو سول، سکوت، سول دو لا، سکوت لا سی سول، سکوت دو. می می فا ره ره می دو دو دو. می می فا ره ره می دو، سکوت دو دو. می می سول فا می ره دو ره ره فا می ره دو سی دو، سکوت ره می سول، سکوت دو دو. می می سول فا می ره دو ره ره فا می ره دو سی دو، سکوت لا سی